اومدن دیدن گفتن که البته بررسی میکنیم. همین کلمه بررسی یک 30 بار ممکن همینجا اومدن گفتن که بررسیش میکنیم که بررسی نشده. ساکنان این بینای نوبنیاد در شهر دوشنبه خود را مردمانی معلق نام کردند. هر ماه حق خدمت رسانی، برق و آب، گرمی، پرتابکشانی و اندازه را میسپارند. ولی از سال 2018 به این سو کمیسیون دولتی حاضر نیست که بینای آنها را برای استفاده بپذیرد. هر جایی که می رویم جای قید میپرسن آخه دیگه همه مشکلی همینه. نه دختر رفتم این یگان دختر چاد استادگیم نه مکتبا و نه مقصد همین سادی کو چیز همه همینا قید میپرسن کو گویا که ما معلقیم. مدینه بانو و همسایه هایش گفتند که با پول خودشان به بینا خط آب و برق آوردند. همچنین تمامی خراجات وصل کردن بینا را به شبکه گرمی نیز پرداختند. راهروها را تعمیر، گیر اطراف بینا را آباد و به درآمدگاه بینا دروازه نصب کردند. اما صاحبان این خانه ها با مشکل دیگر نیز روبرویند. من سودا مدبدم خونه ما بیان میگن که دامتون به داکیومنت فروخته نمیشه. به داکیومنت میگیره خونه ما. این ما اهمی دام بزرگ شدگم. به نقل ساکنان بینا میان فرمایشگر ساختمان فضلالدین نخشف و رئیس شرکت اند شمس‌الدین نبیف که بینا را ساخته است بحثی سر زده است. نخشف نمیخواهد به سندهایی که کمیسیون دولتی ببیند امضا گذارد. این دو مسئول بینا به زنگ‌های به تکرار خبرنگاران رادیو آزادی پاسخ ندادند. سال 2018 ساکنان در آمدن ولی در همین بین سال 2020 صاحب دام بیدرک شد. بعد فهمیدیم که در زندان ای سال 2023 تا حاضر فرمایشگر بینا فضلالدین نخشف صاحب کار ما را امضا نمیکنه، چون که در این بین بعضی کارهای هستن که قطعی صاحب کار باید ببینه. صاحب کار در زندان بود، از زندان برآمد تا حاضر 3 ساله که ما امضا را گرفتن نمیکنیم. در شهر دوشنبه 22 بینا همین مشکل را دارند. شهرداری دوشنبه بیناسازان و ساکنان را گناهکار می‌داند و مسئولیت را نیز به دوش آنها وامی‌گذارد. طبق طلبات قانونگذاری شهرسازی باید کمیسیای کاری، کمیسیای دولتی می‌گذاشتند، بعداً شهروندان استقامت را در آن بینا ادامه می‌دادند. لیکن با هر بهانه که ما جای مکان زیست نداریم، صاحبکار میگوید من امکانیت دیگر اجاره پولی دادن ندارم، وضعیت مالی بسیار وزنین است، شما رو وادار می‌سازد شما در بینای ناتمام آمده استقامت میکنید. ساختار دخلداری شهری نیز دخالت کردن نمیتوانند برای که شما در آنجا علاقه زندگی دارید. اکثر ساکنان این بیناها میگویند سالهاست به مقامات گوناگون از جمله شهرداری دوشنبه مراجعت میکنند، اما نامه‌هایشان از یک نهاد به نهاد دیگر روانه می شود و مشکل باقی می ماند. مشکل بیناهای نوساخت در دوشنبه و شکایت از آنها سالهای آخر خیلی زیاد است. تنها در نیم سال جاری در کار شرکت‌های بیناکاری در تاجیکستان 3700 کمبود آشکار شده، مالکان آنها بیش از 300,000 سامانی جریمه شدند.